ما تو هر تایم از عمرمون خواسته ها، نیازها و آرزوهایی داریم که میخوایم بهشون برسیم و هدفمون تو اون زمان اون موضوع و مسئله هستش و کل دغدغه زندگی و خور و خوابمون میشه فکر به این هدفها. ولی در زندگی به خیلی از اینها نمیرسیم. اگه میخوای جلوی هدفهای زندگی یه تیکه بزرگ بزنی و یه خوشحالی از ته قلب نصیب لباشه، این ویدئو همون راهیه که تو رو بهش میرسونه. پس از دستش نده. یکی از بخش‌های مهم سیر رشد هدف گذاری و رسیدن به اونه. هدف‌ها باعث میشن ما به من مطلوب خودمون برسیم. منظور از من مطلوب این نیستش که از من فعلی ناراضی هستیم، بلکه به معنی قابلیت رشد و کمال شخص هست. ما در همه حال باید رشد کنیم و اگر در جای توقف داشته باشیم یعنی باعث رکود و سکون در خودمون شدیم. همانطور که گفتیم اهداف همون خواسته ها یا آرزوهامونن که باید برای رسیدن بهش برنامه چینی کرد و در راستای اون اقداماتی رو عملی کرد. بنابراین هدفها رو میتونیم در دسته‌بندی های مختلف قرار بدیم. در ویدیوهای قبلی در مورد هدف گذاری اسمارت صحبت کردیم و در مورد چرخ زندگی به اون پرداختیم. علاوه بر نکات مطرح شده، برای تعیین یک هدف باید به پرسش هایی که به 5 W معروف هستند که با حرف W در زبان انگلیسی آغاز میشن جواب بدیم. ارزشمندی به خودمون یه شعار نیست، یه هدفه. لطفاً با لایک به کار ما ارزش بدید. از شما ممنونم. 5 سوال W. How؟ چه کسی؟ یعنی چه کسی شما رو در این هدف کمک میکنه؟ What؟ چه چیزی؟ چه چیزی قراره به دست بیاری؟ Where؟ کجا؟ در چه مکانی این هدف به واقعیت تبدیل میشه؟ When؟ کی؟ در چه بازه زمانی تحقق پیدا میکنه؟ و why؟ چرا؟ دلایل و مزایای مشخص رسیدن به این هدف چیست؟ این بخش از هدف گذاری از سایر بخش‌ها با اهمیت‌تر و مهمتر هستش. به قول دکتر ویکتور فرانکل، هر کس چرایی زندگی رو پیدا کرد با هر چگونگی خواهد ساخت. چرا که داشتن چرایی محکم ما رو در رسیدن به هدف محکمتر و سخت‌تر میکنه. یکی از معضلات هدف گذاری این هستش که ممکنه اهداف متعددی وجود داشته باشه و ما باید با توجه به آگاهی از این موضوع که منابع ما چه از لحاظ زمانی، چه ثروت و انرژی محدوده و به همین خاطر باید گزینشی انتخاب بشه. به این صورت که اول اهداف کوتاه مدت و بعد بلند مدت رو یادداشت می‌کنیم و سعی می‌کنیم بین اونها تعادل برقرار کنیم. افراد موفق ویژگی‌های رفتاری دارند که با اونها راحت‌تر و بهتر به مسیر خود دست پیدا می‌کنند. استیو پیترباک، نویسنده کتاب رهبران واقعی دنباله‌رو نیستند، بر این ویژگی‌ها اشاره کرده. اون در گذشته در مقام مدیر ارشد کار می‌کرده که متوجه شده اون چیزی که موفقیت و شکست افراد رو تعیین می‌کنه ویژگی‌های ذاتی یا عادت‌های شخصیتی نیستش، بلکه رفتارشونه. منظور از رفتار این هستش که فرد در زمان استرس طولانی مدت چه واکنشی نشون میده؟ آیا به تعهداتش عمل میکنه یا نه؟ چطور با دیگران ارتباط برقرار میکنه؟ و از این دست سوالات.
در انتها یک نمونه از هدف گذاری ها در حیطه مالی رو در اینجا بیان می کنیم که منظور کامل از هدف گذاری رو بتونه برسونه. پس انتهای فیلم رو از دست نده. این ویژگی ها عبارتند از زود باور نیستند، وحشت زده عمل نمی کنند، تنبلی در کارها و هدفهاشون رو از بین میبرند، در حال فکر کردن به راه حل‌های موقتی و آسون نیستند، در حال زندگی میکنند، نه گذشته و نه آینده، بیخیال و زودرنج نیستند. 4 استراتژی هوشمندانه عبارتند از هر روز، هر هفته و هر ماه رو از قبل برنامه ریزی کنید. هر ماه رو از ابتدای ماه برنامه ریزی کنید. آخر هر هفته، هفته بعد رو برنامه ریزی کنید. و هر روز عصر یا قبل از خواب برای روز بعد برنامه ریزی کنید. هرچه در برنامه ریزی کارهای خودمون حساب شده و دقیق تر باشیم، در زمان کمتر به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا می‌کنیم. برایان ترسی میگه قانون مهم این هستش که هر 1 دقیقه که صرف برنامه ریزی بشه، 10 دقیقه در انجام اون کار صرفه جویی میشه و این یعنی ما روزها، هفته ها و ماه ها بازدهی 1000% از زمانمون رو به دست میاریم. تا حالا به چند تا از هدفها یا بهتره بگم آرزوهاتون دست پیدا کردید و چطوری؟ خوشحال میشم تو کامنت ها برامون به اشتراک بذارید. از نمونه هدف گذاری مالی این هستش که مثلا یک کارمند با حقوق 15 میلیون در ماه از وضعیت خود راضی نیست و تصمیم میگیره تغییراتی ایجاد کنه و این یک هدف در سال جدیده. خب اول از همه این پرسش مطرح میشه که آیا باز میخوام کارمند باشم اما شرکت یا کار خودم رو تغییر بدم تا حقوق بیشتری به دست بیارم، که در این صورت باید رزومه خودم رو پربارتر کنم، مهارت بیشتری کسب کنم تا بتونم این کار رو انجام بدم، یا اینکه میخواد به کاری بپردازه که آقا بالا سر نباشه و از آسودگی و امنیت بیشتری برخوردار باشه. پس باید با افرادی که در این حیطه پیشرفت کردند و به جایگاه بالاتری رسیدند مثل کارآفرینان گفتگو و دیدار داشته باشه. پس با توجه به نوع هدف باید برنامه ریزی متفاوت باشه. متوجه شدیم با توجه به هدفی که انتخاب می‌کنیم، نوع برنامه ریزی، نقشه راهکارهای مواجهه با چالش‌های موجود متفاوت میشه. در این مرحله این سوالات پیش میاد که آیا من تا به الان اونطور که میخواستم زندگی کردم؟ هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت من چی هستند؟ و خیلی از این دست سوالاتی که در ذهن هر کس که میخواد به رشد و پیشرفت برسه وارد میشه. در ویدیو بعدی با جواب دادن به این سوالات و طرح سوالات دیگه که بتونید خودتون رو ریشه یابی کنید و موانع رو از سر راهتون بردارید صحبت میکنید. پس از دستش ندید. ما رو سابسکرایب کنید و موضوعات و چالش هایی که باهاشون درگیر هستید رو به اشتراک بذارید تا ما اونها رو برطرفشون کنیم و به دوستاتون هم معرفیمون کنید. ممنونم.